سرخط خبرها. واکنش امارت اسلامی به حملات پاکستان بر ننگرهار و پکتیکا. وزارت دفاع ملی میگوید که در وقت مناسب پاسخ این حملات را خواهند داد. سم در تک ماته دو زخمیان واشول ماشومان برای پنهان کردن شکست‌هایشان این جنایت وحشیانه را مرتکب شوند. دیدار وزیر خارجه با همتای ازبکستانی خود. در این دیدار درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی دو کشور صحبت شده است. با افغانستان میخواین روابط داشته باشن. 46 سالگی 3 مهود قیام مردم کابل در شب 3 مهود از سر بمب‌ها علیه حکومت وقت شعار دادند. و پاسخ ایران به تهدیدهای ترامپ. مسعود پزشکیان میگوید که در برابر زورگویی سرخم نخواهند کرد. سلام و وقت شما بخیر. با مجموعه خبر این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز یک شنبه 3 مهود 1404 هجری خورشیدی است که برابر میشد با 22 فوریه 2026 میلادی. مشروع خبرها. ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی حملات پاکستان بر خاک افغانستان را نقض حاکمیت ملی کشور دانست. در حملات نیروهای پاکستانی بر مناطق از ولایت‌های ننگرهار و پکتیکا 18 غیر نظامی از جمله زنان و کودکان کشته شدند. وزارت دفاع امارت اسلامی گفته که در وقت مناسب پاسخ این حملات را می‌دهند. گزارش از نستر نمیری. آسمان شرق افغانستان بار دیگر شاهد صدای جنگنده‌های پاکستانی بود. در پی نقض مکرر حریم هوایی افغانستان، ناوقت شب گذشته نیروهای پاکستانی بار دیگر چندین حمله هوایی را بر مناطق مرزی به ویژه ولایت‌های پکتیکا و ننگرهار انجام دادند. به گفته سید طیب حماد، سخنگوی قماندانی امنیه ننگرهار، در نتیجه این حملات 23 عضو یک خانواده در ولسوالی بهزود زیر آوار شدند که از میان آنان 18 تن به شمول زنان و کودکان جان باخته و 5 تن دیگر زخمی شدند. در بهزود ولسوالی په مربوطاتو کې د یو کورنۍ 23 کسان تر خاورو لاندې سوي وو چې 18 کسان په شهادت رسېدلي او 15 نور ټپیان شوي دي. په 18 کسانو کې د 11 کسانو جسدونه موندل شوي او د 15 نورو کسانو جسدونه اوس هم تر خاورو لاندې دي او امنیتي ځواکونه او عوام خلک هلته لګیا دي تر څو جسدونه پیدا او خاورو ته وسپاري. در همین حال در منطقه گردیکس ولسوالی بهزود ولایت ننگرهار مراسم خاکسپاری 17 تن از قربانیان این حملات که همه اعضای یک خانواده بودند برگزار شد. برخی از باشندگان و گواهان رویداد روایت‌های از لحظات وقوع این حملات بیان کرده و میگویند که بیشتر قربانیان غیر نظامیان بودند. دغه کوم ظلم و جبر بربریت او وحشت چې وشو دا په کلکو ټکو غندو موږ د ولس په توګه خپل مسؤلینو څخه غواړو چې دغه موضوع جدي پلټنه وکړي. او کم 12 بجې په عام خطول ودو او دا کومه د وحشت نه ډکه پیښه چې رامنځته شوله. دې ټیم کې موږ ورلو چالتو ول ټول کور اوارو نو سم د ټکه ماته دو زخمیان واشول ماشومان نو چې زخمیان او کور حالات په خپل سترګو لیدلې خو زمون کار پرې خو دا خال چې ډېر غریب کار خلک دلته اندواني کوي. بیګا یو غړم وشو چې غړم وشو موږ یو تور لګی شو چې هغه دغه ساحې ته ځان ورسو هلته غریب کار خلکو هغه یو ورور دیقانو او بل چې ډریور او نو کورنۍ بیچاره د منځه تللې ده او خپل دوه کسان د پاتې نور باقي ټول او 15 کسان ترې تم دي او دا څه چې مړه دي دا دلته موجود. در واکنش وزارت دفاع امارت اسلامی حملات هوایی پاکستان را نقض آشکار حریم ملی دانسته و تاکید کرده است که به این حملات پاسخ داده خواهد شد. همچنین ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی این حملات را محکوم کرده و گفته است که جنرالان پاکستانی با چنین اقدامات تلاش دارند ضعف‌های امنیتی کشورشان را پنهان کنند. وزارت دفاع ملی این نقض آشکار حریم ملی افغانستان و این جنایت را به شدیدترین الفاظ محکوم نموده و آن را تخطی صریح از قوانین بین المللی، اصول همجواری و ارزش‌های اسلامی می‌داند. وزارت دفاع ملی حفاظت از حریم کشور و تأمین امنیت مردم را مسئولیت شرعی و ملی خود دانسته و در زمان مناسب از پاسخ مناسب و سنجیده هشدار می‌دهد. پس از این حملات وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان با نشر اعلامیه‌ای بار دیگر ادعا کرده است که از خاک افغانستان علیه آن
کشور استفاده می شود و این عملیات در پاسخ بر رویدادهای امنیتی اخیر در داخل پاکستان انجام شده است. ژنرال‌های پاکستانی که در کشور خود با ناکامی‌های و ضعف امنیتی متعدد روبرو هستند می‌خواهند تقصیر ناکامی‌های خود را بر گردن افغانستان مظلوم بیاندازد و برای پنهان کردن شکست‌هایشان این جنایت وحشیانه را مرتکب شوند. حملات هوایی پاکستان واکنش شمار از مقام‌های حکومت پیشین را نیز در پی داشته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور این حملات را نقض آشکار حاکمیت افغانستان دانسته و از پاکستان خواسته است سیاست همسایگی بهتری در پیش گیرد. همچنین عبدالله رئیس پیشین شورای عالی مصالحه ملی در حکومت پیشین این اقدام را مغایر با حاکمیت ملی افغانستان خوانده و تاکید کرده است که راه حل مشکلات میان دو کشور گفتگو و تفاهم است. در همین حال ملا عبدالسلام ضعیف سفیر پیشین امارات اسلامی در پاکستان نیز این حملات را تجاوز آشکار و اقدام غیر قابل قبول دانسته و گفته است که پاکستان برای پنهان کردن مشکلات داخلی خود غیر نظامیان را هدف قرار می دهد. زمانی که یک برخورد جدید مقابل این حملات پاکستان از طرف کشورهای جهان صورت نگیره، باید ما به این متيقن شویم که این حملات توسط هدایت و دستور اینمی کشورهای برقدرت صورت میگیرد. این حملات ساعات پس از یک حمله انتحاری در منطقه بنوی پاکستان انجام شد. گفتنی است که پیشتر خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان هشدار داده بود که در صورت تضمین نشدن صلح از سوی کابل احتمال حملات تازه از سوی این کشور وجود دارد. امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی با همتای ازبکستانی خود تلفنی گفتگو کرد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه این وزارت میگوید که دو طرف در این دیدار درباره گسترش همکاری‌های اقتصادی و افزایش همکاری‌های عملی صحبت کردند. گزارش از اناهیتا اندر. امیرخان متقی وزیر خارجه امارات اسلامی در تماس تلفنی با وزیر امور خارجه ازبکستان پیرامون تحولات اخیر منطقه‌ای گفتگو کردند. ضیا احمد تکل رئیس روابط عامه این وزارت میگوید که وزیر خارجه امارات اسلامی فرصت‌های موجود را برای تامین روابط میان دو کشور ارزنده عنوان کرده. متقی افزوده است که مشورت‌های سیاسی در سطح مقامات عالی رتبه و میانی همکاری‌های اقتصادی و روابط در سایر عرصه‌ها میان دو کشور بیش از پیش گسترش یابد. محترم مولوي امیرخان متقي خپل سال ته د روژې د مبارک میاشتې د مبارکۍ ترڅنګ وویل چې افغانستان او ازبکستان د دوو هورونو او ګاونډیو هیوادونو په توګه په دوه اړخیزو اړیکو او سیمه ییزو موضوعاتو کې ډېر مشترکات او فرصتونه لري او اړتیا ده چې په ګډه پرې کار وسي. متقي صاحب همداراز هیله څرګنده کړه ترڅو د دواړو خواو ترمنځ د لوړپوړو او منځنیو چارواکو په کچه روان کال سیاسي مشاورتونه اقتصادي همکاري او په نورو برخو کې اړیکې لا ډېرې پراخې شي. در همین حال بختیار سعیدوف وزیر امور خارجه ازبکستان در توییت این گفتگوی تلفنی را سازنده خوانده و افزوده است که در روابط تجاری میان دو کشور پیشرفت‌های قابل توجه صورت گرفته و از آغاز کار مطالعات امکان سنجی پروژه افغان ترانس خبر داده است. د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې پیاوړې شي او بل لار پرانیزي د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره. نو هڅه کیږي چې دواړه هیوادونه د لویو پروژو په عملي کولو سره غواړي خپل اړیکې جوړې کړي. به باور آگاهان ازبکستان در تلاش است با درک واقعیت‌های افغانستان از راه‌های همکاری منطقه‌ای و عملی با امارات اسلامی تعامل کند. آنان تاکید می‌کنند که هدف این همکاری‌ها رفع چالش‌های منطقه‌ای است و تعامل میان امارات اسلامی افغانستان و ازبکستان زمینه‌ساز روابط مثبت و حل مشترک مشکلات در منطقه خواهد بود. ازبکستان همچنان کشوری است که می‌خواهد همین واقعیت‌ها را درک کرده و به لحاظ منطقی، علمی، سیاسی و تکنیکی بالاخره با افغانستان میخوان روابط داشته باشند تا این مشکلات در منطقه اگر هست از بین بره و اگر با وجود میاد که به لحاظ همکاری منطقوی و بین الدول دو کشور این مسائل دفع بکنن. این در حال است که همزمان با تقویت همکاری‌های سیاسی و دیپلماتیک میان افغانستان و ازبکستان روابط تجاری میان دو کشور نیز افزایش یافته است. در جریان سال 2025 حجم تجارت با ازبکستان حدود 989 میلیون دلار بوده که شامل 129 میلیون دلار صادرات و 860 میلیون دلار واردات می شود.
3 حدود 1358 سال روز رویداد است که در تاریخ معاصر افغانستان به عنوان شب الله اکبر شناخته می شود. شبی که کابل شاهد اعتراضات گسترده مردمی علیه حضور نیروهای اتحاد جماهیر شوروی و حکومت وقت بود. در پی تیراندازی نیروهای دولتی و سپس ارتش شوروی در فردای آن شب صدها تن از شهروندان کشته و زخمی شدند. این رویداد پس از بیش از 4 دهه همچنان به عنوان یکی از نقاط عطف اعتراضات شهری در حافظه تاریخی کشور یاد می شود. و در خارج از کشور، پس از تعیین مهلت در روزه ترامپ به ایران در مورد برنامه هستی این کشور، رئیس جمهور ایران گفت که کشورش تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد. مسعود پزشکیان تاکید کرد که تهران در برابر زورگویی سرخم نخواهد کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران پس از تعیین ضرب العجل بین 10 روزه تا 2 هفته‌ای ترامپ به ایران برای امضای توافق با امریکا به این اقدام واکنش نشان داد. پزشکیان در مراسم تاکید کرد که کشورش تسلیم فشارهای خارجی نخواهد شد و هرگز در برابر اعمال قدرت سر خم نخواهد کرد. در دولت 14 پیمان بستیم که حتی اگر تمام قدرت‌های جهان با ناجوانمردی ایستاده باشند که ما در مقابلشان سرخم کنیم، تسلیم نشویم. مشکلات زیادی برای ما ایجاد می‌کنند، با کمبودی‌های بسیاری مواجه هستیم، اما در دولت تلاش می‌کنیم که با وحدت و همدلی بر تمام این کمبودها و مشکلات و نامردی‌ها و ناجوانمردی‌ها غلبه کنیم. ما در مقابل مشکلات سرخم نخواهیم کرد. این اظهارات در حال صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ ناوگان جنگی ایالات متحده در منطقه را جابجا کرده و گفته که انجام حمله نظامی محدود را در دست بررسی دارد. شماری از آگاهان روابط بین الملل وضعیت منطقه را نگران کننده دانسته و میگویند که منطقه همکنون در بحران است. آنان میگویند که ترامپ تلاش دارد با این کار افکار عامه در امریکا را از مشکلات درونی به سمت خاور میانه منحرف کند. که آقای ترامپ میخواد که نظر و فکر مردم امریکا را از مشکلات داخلی به طرف خاورمیانه معطوف داره و خود از جنجال داخلی خلاص کنه. با این همه رویترز با نقل از یک مقام ارشد کاخ سفید گزارش داده که دولت ترامپ هنوز از حمایت یک پارچه برای حمله به ایران برخوردار نیست. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما تا این دم. به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.